قامبره بزرگو دست خدا. کجا دایی جان؟ کجا؟ سلام. خوبی؟ مرسی. ما داییم میریم تو صف نظری، اومدیم لباسامو عوض کردیم که نشدنمو دوباره بریم نظری بگی. دایی جان دیگه یخچال جا نداره که. خیمه میدادن، خیمه نداره. ها اینا راست میگه، هر چی گردیم خورش سبزی. شما چجوری میرید انقدر جمع میکنید همش؟ همش میریم دروغ میگیم. من گفتم بابا مرده. زنو هم بشناختش، گو حالا برای 2 تا دونه برنج باد نکش. یه بارم گو که بابا افتاده تو جا مریض شده داره میلیره فلجه بده که برای تبرک. دایی جان من ازش گفتن که مهمون داریم جون خود یکی بیشتر برید، 2 تا کفگیر بیشتر برید. گفتن که گوش در نداره. گو برو میری دختری که پر رو من اینجا مسئول پر کردن کوب مهمونی تو هستم. دایی جان واسه نزدیکی نباید آدم دروغ بگه که. خدا خودش مهربونه میبخشه. من تو خدا هستی. من تو خدا هستی راست میگه. ما برای تبرک شما نمیبینید تو صف؟ شما نمیدی یا نمیشناسنه؟ من همینجا میمونم. دقیقه پیش چرا داشتین گریه میکردین؟ برای که زدین تو صف زدنمون. زدیم تو صف یه زنی الهی که اما حسین بزنه تو کمرش، یه پینجور اینگیره قدردان گیره دی همونجا نفس اون خورد پس. حالا میخوای بری بواش بسازونی عبالفا من میشینم روش تو بزنش باشه ما دیگه